عزیزان من، امروز دور هم جمع شدیم تا به اصلاح کتاب‌های درسی فینیتو بپردازیمندی و ببینیم شما شبوس کنبولی های فینیتو برای ارتقای کتاب‌های درسی چه کارهایی کرده ایدندی. قالقال بگو ببینم. بله کدخدا آقا، مهمترین دستاورد ما این می باشندی که عکس دختران دانش آموز را از روی کتاب‌های درسی فینیتو حذف نمودیمندی. چی؟ دانش آموزان دختر؟ مگر در فینیتو دانش آموز دختر هم داریم؟ خب به جای اینکه عکس دختران را حذف کنید کلا دانش آموزان دختر را حذف بکنندی. ولی کدخدا ولی ندارندی. برو کتاب بعدی. کدخدا آقا، یک عکس روی جلد کتاب محیط زیست می باشد که چی؟ محیط زیست؟ مگر در فینیتو محیط زیستی هم مانده؟ خب چرا محیط زیست را کلن حذف نمی کنندی؟ برو سراغ کتاب بعدی. کدخدا آقا، یک کتاب درباره آثار باستانی می باشندی که آثار باستانی؟ مگر در فینیتو آثار باستانی هم باقی مانده می باشندی؟ آثار باستانی را کلن حذف کنندی. ولی کدخدا شما که همه چیز را حذف کردندی، پس چه عکسی روی جلد کتاب ها بچسبانیمندی؟ روی همه کتاب ها عکس من را بچسبانیدندی تا اهالی همیشه من را ببینندی. کدخدا آقا، این کتاب اسمش آشنایی با جانوران می باشندی. اشکالی ندارد عکس شما را بچسبانیمندی؟ قال من را مسخره می کنی؟ اصلا در فینیتو کتاب نمی خواهیم. هرچه کتاب هست را بسوزانید که از عکس روی جلدش هم خلاص بشویمندی.